سلام به شما. امروز میخوایم یه سناریوی علمی تخیلی جالب رو بررسی کنیم که از منابع شما اومده. چی میشد اگه مورچه‌ها یهو 10 برابر بزرگتر میشدن؟ ایده جالبیه. آره، منابعی که داریم این موضوع رو از دید فیزیک، زیست شناسی و خب اکولوژی نگاه کردن. بیایید با هم ببینیم این تغییر اندازه چه پیامدهای عجیب و شاید یکم ترسناکی داره. بسیار خب، انگار اولین مشکل خیلی بزرگ قانون فیزیکیه، درسته؟ قانون مربع مکعب. دقیقاً. این قانون خیلی مهمه اینجا. ببینید وقتی طول یه مورچه 10 برابر میشه، خب سطح بدنش میشه 100 برابر. 100 برابر، خب. اما حجم و مهمتر از اون جرمش 1000 برابر میشه. 1000 برابر، وای. بله، یعنی اون اسکلت خارجیشون که از کیتین ساخته شده باید یه وزن 1000 برابری رو تحمل کنه. کیتین قویه اما نه اینقدر. پس احتمالاً له میشن. به احتمال خیلی زیاد، مگه اینکه اسکلتشون اونقدر ضخیم بشه که دیگه اصلا نتونن حرکت کنن. یعنی فیزیک کلاً مخالف این ایده است. چه جالب، پس ساختار بدنشون اولین مانع. ولی فقط همین نیست، درسته؟ بحث تنفس هم بود. آهان، نکته مهم دیگه ایه. مورچه‌ها با یه سیستم لوله‌ای به اسم تراشه نفس میکشن. اکسیژن خیلی ساده از طریق این لوله‌ها منتشر میشه به بافت‌ها. خب این برای بدن کوچیک خوبه حتما. دقیقاً، ولی وقتی جثه 10 برابر بزرگتر میشه، این سیستم دیگه کارایی نداره. اکسیژن کافی به عمق بدن نمیرسه. یعنی دچار کمبود اکسیژن میشن؟ خیلی سریع. عملاً نمیتونن اکسیژن مورد نیاز اون حجم بدن رو تأمین کنن و خب خفه میشن. پس ببینید چطور قوانین ساده فیزیک اندازه موجودات رو محدود میکنن. شگفت انگیزه. خب حالا بیایید یه لحظه فرض کنیم یه جوری حالا به شکل معجزه آسا یا هرچی این مشکلات رو رد کردن و زنده موندن. خب این فرض بزرگیه ولی باشه. منابع میگن که رفتارشون هم عوض میشه، یعنی فقط یه مورچه بزرگ نیستن. اصلاً. ببینید نیاز غذاییشون به شدت بالا میره. وحشتناک میشه. چقدر مثلا؟ از حدود 0.005 گرم در روز میرسه به تقریباً 5 گرم برای هر مورچه. خیلی زیاده برای یه مورچه. خیلی. برای تأمین این مقدار غذا مجبورن خیلی تهاجمی تر بشن. کلونیاشون دائما باید دنبال غذا و شکار باشن. تهاجمی تر شدن. خب این چه اثری روی بقیه موجودات میذاره؟ کل اکوسیستم چی میشه؟ اثرش فاجعه باره. خیلی از گونه‌های کوچیک‌تر، مثلا سوسک‌ها، عنکبوت‌ها، کرما، که یا غذاشون بودن یا رقیبشون. بله، اینا به سرعت کم میشن یا حتی کلاً از بین میرن. منقرض میشن. پس کل شبکه غذایی به هم میریزه. کاملاً. حتی ممکنه کارشون به جایی برسه که شروع کنن به شکار مهره‌دارهای کوچیک، مثلا مارمولاک‌ها، جوجه پرنده‌ها. جایگاهشون تو زنجیره غذایی کلاً عوض میشه. واقعاً ترسناک شد. پس دیگه یه آفت ساده نیستن، یه نیروی مخرب در اکوسیستم میشن. و گفتی لانه‌هاشون، اونا هم مشکل ساز میشن؟ بله. تصور کنید اون تونل ها و اتاقک های زیرزمینی که میسازن حالا 10 برابر بزرگتر باشن. خب این لانه‌سازی عظیم میتونه باعث فرسایش شدید خاک بشه و حتی بدتر از اون به زیرساختای ما آسیب بزنه. جاده‌ها، پل‌ها، پی ساختمان‌ها. انگار هر کاری میکنن تو اون مقیاس بزرگ مشکل ساز میشه. دقیقاً. اینا همه تأثیرات غیر مستقیم روی ما بود که به خود نگران کننده است. اما سوال اصلی، آیا مستقیما برای ما آدما هم خطرناک میشن؟ سوال خیلی مهمیه و جوابش متاسفانه بله است. به طور بالقوه خیلی خطرناک میشن. چطوری؟ فکر کنید کلونی‌های مورچه‌های سرباز که همین الانش هم خیلی مهاجمن. حالا هر کدومشون اندازه یه انگشت دست باشن. وای! اگه به صورت گروهی به خونه‌ها، انبارهای غذا، حیوانات خونگی یا حتی بچه‌ها حمله کنن چی؟ خیلی وحشتناک میشه. حملات دست جمعیشون میتونه واقعاً یه منطقه شهری و غیرقابل سکونت کنه. این سناریو واقعاً مثل فیلمای ترسناک میمونه. اما یه سوال، اصلا همچین چیزی ممکنه تو طبیعت اتفاق بیفته؟ یعنی تکامل میتونه به اینجا برسه؟ در شرایط فعلی زمین خیلی بعیده. چرا؟
مهمترین دلیلش همون محدودیت اکسیژنه که گفتیم. سطح اکسیژن الان تو جو خیلی کمتر از دورانهای قدیمیه، مثلا دوره پرمین که حشرات غول‌پیکر داشتن. آها، پس همون مشکل تنفسی نمیذاره. دقیقاً. اون محدودیت فیزیکی جلوی رشد بیش از حدشون رو میگیره. پس این سناریو بیشتر تو حوزه علمی تخیلی میمونه یا شاید دستکاری‌های ژنتیکی خیلی عجیب در آینده. کسی چی میدونه؟ خب، پس دیدید که یه ایده به ظاهر ساده مثل مورچه‌های بزرگتر چطور میتونه دومینووار همه چیز رو تحت تأثیر قرار بده؟ قوانین فیزیک، تعادل اکوسیستم و حتی امنیت خود ما. بله، نشون میده چقدر همه چیز تو طبیعت به هم پیوسته و وابسته است. و اینکه اندازه فعلی مورچه‌ها اصلاً اتفاقی نیست. اصلاً نتیجه میلیون‌ها سال تکامل، یه سازگاری خیلی دقیق با قوانین فیزیک و فشارهای محیطی. خب، این بررسی جالبی بود از این ایده. و حالا یه سوال نهایی برای شما میمونه که بهش فکر کنید. اگه اندازه یه عامل انقدر مهمه که محیط و فیزیک تنظیمش کردن، چه فشارهای نامرئی دیگه‌ای ممکنه همین الان در حال شکل دادن به حیات اطراف ما باشن؟ فشارهایی که شاید ما فعلا متوجه تأثیرشون نیستیم، ولی دارن آینده ما و سیارمون رو تعیین میکنن.